به پول سخنت اثر ندارد. همون جوگیه که سالو جنگای شهروندی توربا داشتن، توربا خالتا خرجین داشتن که می آمدن کار میکنی مرده بعد صاحبی پول میشه، پول داره. هیچ که به پول نیست تاجیکستان، هیچ که دشمن نیست در تاجیکستان، هیچ که جیک تونه بس کنه، نه جیک تونه بس کنه. ما باید تاجدار باشیم، فهمیدی؟ تاجیکانی تاجدار باید باشیم. بایترین در روی دنیا کیه؟ بایترین در روی دنیا تاجیک هست، بایترین. سلام بود به پایان با مردم سربلندی تاجیکستانی عزیزم، با مردم غریب مسافر مهاجر سلام بابیش قبول کنید. خب امروز خواستم یک نوار کنم اویدی سخنهایی که شما از زبان ما از دهن ما شنیدین و یا مرا گروزید کردین. گروزید بابا کو کیدتا گروزید کردن خوش ندارم. در پلتفرم یوتیوب گپ میزنم. بابا یک کیدتا یک گروزیتا خوش ندارم. آیا سخنی به پول سخنت اثر ندارد حالی که تو داری خر ندارد. اویدی همین سخن میکنم. گروزید کردن نمیتونن، گروزیستان همه بردارم یک حیات انمیشه اومدگیم همیشه میرم. جواب میگم آیا که تو نامحترم ترین شخصیت همین به پول سخنت اثر ندارد حالی که تو داری خر ندارد همین را من گفتگیم شنیدگی نیستی؟ این گپی پاپولاری تاجیکای خودمان است که میگن اینا ما تکرار کردم گروزید نکنین ما در خوش ندارم. فهمیده؟ خوش ندارم میگم همین که گپ میزنم. میدونی برای چی؟ به پول سخنت اثر نداره حالی که تو داری خر ندارد. نبا گفته ایستم کی را گفتم؟ من با کی اشاره کردم؟ گروزید میکنه. گروزید کیدت من نغز نمیبینم. فهمیدی؟ این گپ از قدیم مولایان تاجیکو قطعی زبان با زبان آماده ایستم. این فکر ذهنی من نیست. این بسیار زیاد تکرار میکنن. شما مرا گروزید میکنه نمیتونی گروزید کرده. اینا با خیلی خیزم ویدیو میکنیم. خیلی بیان رزگان نگیرم و خیلی بگن با جین و رای دین نای چیه بیان رزگان نگیرم اورام گوزنم راست میگیم بیان اورام گوزنم. وقتی گروزید میکنه کیدت میکنه ما بعد یا که میکرس خیمه وارم شو. به پول کیا هست در تاجیکستان؟ سوالی من با تو آیا تو بخود قبول میکنی رو تا لخچه نکنم؟ به پول کیا در تاجیکستان؟ همون جوگیه که سالو جنگای شهروندی توربا داشتن، توربا خالتا خرجین داشتن که می آمدن طالبانده ها بیا داد چطور نرسم اولادو بگر اولاد ما با شما اولاد گو جوگی نگو اولاد گو ملال میکنی جوگی نگو اولاد گو ملال میکنی با ما رو کشیده در خودشون اولاد میکنن. خیلی من شکواره هیچی نمیگم. حاضر چی؟ حاضر جلک پوشیدگی ای بالای جلک یک جامعه پوشیدگی لوکی گره کردگی با ای بالای با جامعه با یک یکتهی دیگه پوشیدگی انم خیلی بیان او یک چی خیر که اگر یک تکنانش بری میگم ملال میکنی ما گوشنا نیستیم داشته باشی یکم پیسه که در کفی دست ما دعا بتیم ترا. انم جوگی طالبانده به پول نیستازی. فهمیدی؟ یا که او طالبانده هایی که در کوچه ها میبینه به پول نیستن. پس کیه در تاجیکستان به پول کیه؟ که کتان داره به پول بیچاره حال میگیره. بیچاره حالم بگیره بیچاره حالم نگیره خودتون به پول بگیرینم کمبغلم بگیرین کار میکنی
کار میکنیم مرده بعد صاحب پول میشه پول داره هیچ که به پول نیست تاجیکستان هیچ که دشمن نیست در تاجیکستان هیچ که دشمن نیست در تاجیکستان هیچ که به پول نیست در تاجیکستان همه خیلی بوی با دولت سر پرانکی هم تو نداره بابی تا گروزی نکنه نگه که کمبغل کیه در تاجیکستان یک کسی که بگه من کمبغل ما به پول ما بچورم بگم کیه اینجا هیچ که نیست به پول همه پول دارن همه بوی با دولت هم همه دستارخوان دارن یا خونه هم جوگی ها پروسا برین مهمان شه ما جوره جوگی هم دارم بنام خدا قسم دستارخانه که جوگی ها ارستا میکنن کو جوگی ها میگن میتلبن ارستا میکنن کو بینی کو در وز میمونه چه وقتونه به پول میگیره چه وقتونه کمبغل میگیره و پول نداره کمبغل موشله یا هم کمبغل مرده بعد صندوقش کوفتیانی پشکو هم خیلی خوبه فهمیدی پروسا خطونه به پول نگیره فهمیدی کمبغلش که نیست همین تاجیکستان کمبغلش که نیست بنامی علاقه سم بخیسه بگه برای یا توبخو یا کور یا خدمت یا کور بگه مینیمم 150 سوم دکیسر میوید به پولی باتو دارم میگه کمبغل رو بابا گفتی واینا حالی خراب اوخی ما این سخنی گذشتگانم تکرار کردم شما ما چیزی بگم کو شما گپتون میون میگین هزاران کاران رفتند دو هنوز هم این سکو میکنن بس کنن اولتون جیگ تونه بس کنن جیگ تونه بس کنن ما باید تاجدار باشیم فهمیدی تاجیکانی تاجدار باید باشیم جیگ مزق زقاق هم زقیده من بری میرایتو چی خیلی کمی طریقه بمیریسی بپونش که نیست بانام خدا خسته من مصفدی اینه که 64 ساله پیسه برومدن ایدوری زمین برومدن هر روز مینیموم 200 میلیون چی شدی من نمیدونم بخی شما بخونی که بیچاره حال میکنم میگه بایترین در روی دنیا کیه بایترین در روی دنیا تاجیکه بایترین با مدنیت ترین در روی دنیا کیه تاجیکه با فرهنگ ترین در روی دنیا کیه تاجیکه قدیم ترین ملت قدیم ترین دولت کیه تاجیکه شما چخیل تاجیکی سربلند باشه گشنه بگردم و میگم سرم بپن بگردم میگم پولدارم خیلی پس نمیزنم مسافیدم و میگم جوانم چی شما خودتون هم میبایم بکنه بابای خیلی گم بابای هیچی تو نمیگم ناشکری هم بتونه شما برای کار کنه پولدار شه بپن نیستین حضیرم پول رو بجا میکنه اوتا زنگ میزنه پول ندارم رسیده کار نیست هم پول داره که با پدر مادر تنهایی کنی با اوچجون و تجون یکی با بیجون زنده باشه و با اوچه کلونی مادر بیجون زنده باشه پول رو کنی بابا هر یک سخن به جواب میکنه بسیار پتر نکنه گفتی امو حاج دوست مراد قندی باباش که تلفونه مرا چار میکرد ایگیایی که کپای قبه میرسن شما یک خفه میشین شما